نشستن بخش مهمی از زندگی روزمره ما است. ما در محل کار، مدرسه و اوقات فراغت می‌نشینیم. اما بسیاری از ما نمی‌دانیم که نشستن طولانی مدت، به خصوص وقتی حالت بدن درست نباشد، چه تأثیری بر بدن ما دارد. نشستن با حالت نادرست می‌تواند منجر به مشکلات مختلف سلامتی از جمله کمردرد، گردندرد و سردرد شود. حفظ حالت درست نشستن برای سلامت و رفاه عمومی ما بسیار مهم است. این کار باعث می شود بدن ما به درستی حمایت شود و خطر فشار و ناراحتی را کاهش می دهد. با درک اهمیت حالت درست نشستن، می توانیم گام‌های فعالی برای بهبود سلامت جسمی خود و به حداقل رساندن مشکلات احتمالی برداریم. رسیدن به حالت درست بدن هنگام نشستن ممکن است ساده به نظر برسد، اما شامل توجه به چند نکته کلیدی است. اول از همه، مطمئن شوید که صندلی شما به اندازه کافی حمایت کننده است. پاهای شما باید صاف روی زمین قرار بگیرند و رانهای شما باید موازی با زمین باشند. پشتی صندلی باید به راحتی از کمر شما حمایت کنند و انحنای طبیعی ستون فقرات را تقویت کند. علاوه بر این، شانه‌های خود را شل کنید و سر خود را صاف نگه دارید و از خم کردن آن به جلو یا عقب خودداری کنید. به یاد داشته باشید، حفظ حالت خنثی ستون فقرات کلید حالت درست بدن است. مزایای حفظ حالت خوب بدن فراتر از راحتی جسمی است. وقتی درست می نشینید، عضلات شما کارآمدتر کار می کنند، خستگی را کاهش می دهند و سطح انرژی شما را افزایش می دهند. حالت خوب بدن همچنین ظرفیت تنفس شما را بهینه می کند و به ریه‌های شما اجازه می دهد تا به بهترین نحو عمل کنند. علاوه بر این، حالت درست بدن تأثیر قابل توجهی بر سلامت دستگاه گوارش ما دارد. با نشستن قائم، فضای بیشتری برای عملکرد بهینه اندام‌های گوارشی خود ایجاد می‌کنیم که به هضم غذا کمک می‌کند و احتمال مشکلات گوارشی را کاهش می‌دهد. یکی از رایج‌ترین اشتباهات گوز کردن یا خم شدن روی بدن است. این حالت خمید پشت، فشار زیادی به ستون فقرات شما وارد می‌کند و می‌تواند منجر به کمردرد شود. یکی دیگر از اشتباهات رایج، کشیدن گردن به جلو برای نگاه کردن به صفحه کامپیوتر است. برای جلوگیری از این امر، مطمئن شوید که صفحه نمایش شما در سطح چشم قرار دارد. علاوه بر این، در برابر وسوسه انداختن پا روی هم مقاومت کنید، زیرا این کار می‌تواند جریان خون را محدود کند و منجر به ناراحتی شود. با توجه به این اشتباهات رایج و تلاش آگاهانه برای اصلاح آنها، می توانید حالت بدن و سلامت کلی خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید.